نوشته بود عاشق یه دختری شدم که 3 تا داداش خلافکار داشت. یه سری رفتم به یکی از داداشاش گفتم، نامرد نذاش حرفم تموم شه، با مش گذاشت تو صورتم و دماغمو شکست. تا یه مدت به خیال شدم ولی نتونستم عشقمو فراموش کنم. خواستم واسه بار دوم برم که رفیقم جلومو گرفت. گفت من خیلی خوب میدونم که تو بی خیال این دختره نمیشی. اینم میدونم که اینا آخرش یه بلایی سر تو میارن. من زبون اینا رو خیلی بهتر از تو میفهمم. اسفارش بگم. میگه خیلی به رفیقم اعتماد داشتم، کارو سپردم به خودش. رفیقم شوتی بود، شبونه میره 3 تا داداشو سوار ماشین میکنه. دورا که قضیه رو بهشون میگه، یکی از داداشا با چاقو میزنه به بازوی رفیقم. اونجا بود که رفیقم پاشو میذاره رو گاز. میگفت سرعتم که رسید به 190 تا همشون به غلط کردن افتاد. گفتم امشب یا همه با هم میمیریم یا موافقت میکنید که دوست من بیاد خواستگاری خواهرتون. رفیقم میگه قسمشون دادم، اونا هم همگی قبول کردن. خلاصه رفتیم خواستگاری. دختر برخلاف خانواده‌اش دختر خیلی خوب و نجیبی بود. الان هم نزدیک 7 سال میشه که کاملا از زندگیمون راضی هستیم. دم رفیقم گرم که منو به عشقم رسوند. میگم از هرچی شانس نیاورده باشم، از رفیقی مثل تو که مثل داداشم میمونی خیلی شانس آوردم. رفیق خیلی ناکرم.